فرصتی داره برای ما ایجاد میشه. دانیال توپو بفرست، فرصت برای پرسپولیس. عیسی گله، گل. سعید صادقی پشت توپه، آمده ارسال رو دروازه، خطرناک موقع برای پرسپولیس توی دروازه. ایوب الاملوده که باز رو یک مساوی میکنه. فرصت برای پرسپولیس از جناح راست، ارسال بروی دروازه. یه فرصت هست، حالا ضربه‌ای که میتونه به گل تبدیل بشه. میلاد محمدی هنوز پاس داده به عقب، آلیشا یه فرصت، ضربه و گل توی دروازه. چه گلی هم میزنه سروش رفیعی. آلیشا بروی دروازه، ضربه زد، گل توی دروازه. ولسیانی چه سازی، باکیچ حرکت میکنه، ضربهشو میزنه، خطرناک. چه گلی زد باکیچ، دروازه تراکتور رو باز میکنه مارکو باکیچ.